تنها جنگنده‌ای که آمریکا حاضر نیست به هیچ کشوری بفروشه، حتی نزدیکترین متحداش. به قدری F-22 رپتور محرمانه و خطرناکه که آمریکایی‌ها سالها اجازه ندادن حتی از مرزهای کشورشون خارج بشه. ظاهر شبیه یه خفاشه، اما چیزی که واقعا ترسناکه تکنولوژیه که داخلش پنهان شده. رادارها به سختی میتونن پیداش کنن و قبل از اینکه دشمن حتی متوجه حضورش بشه، F-22 هدفش رو شناسایی و برای حمله آماده میشه. این جنگنده میتونه با سرعتی نزدیک به 2000 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه و همزمان مجموعه ای از مرگبارترین تسلیحات دنیا را حمل کنه. 9 تا موشک کوتاه برد، 6 تا موشک میان برد و 2 بمب 1000 پوندی. سیستم های جنگ الکترونیک، حسگرهای فوق پیشرفته و مانورپذیری خیره کننده باعث شده F-22 هنوزم یکی از خطرناکترین جنگنده های جهان محسوب بشه. ساخت هر فروند از این هیولا حدود 350 میلیون دلار هزینه داشته. برای همین فقط 196 فروند ازش تولید شده. به نظرتون اگر F-22 وارد یه نبرد واقعی بشه، کدوم جنگنده یا سامانه دفاعی میتونه جلوش دووم بیاره؟ توی کامنت ها بگو.